به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. روزتان خوش باد و بر دوامی نعمت ها و عافیت و آسودگی نصیب یکایک شما. دوستان عزیز، وصیت ها و هدایت های پیامبر صلی الله علیه و سلم، استاد بشریت، هادی خلق و حبیب حق، سید مرسلان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بزرگترین وصیت هاست، بزرگترین والاترین تعلیم ها و هدایت هاست که از آن بهتر کسی از هیچ شاعری، از هیچ فیلسوفی، از هیچ متفکری بهتر از این وصیت ها پیدا کرده نمیتواند. بنابراین میسزد که شخص مسلمان هر قدر میتواند سعی کند، کوشش کند با سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم، با احادیث آشنا شود. بزرگانی که دوستان عزیز قدر این گوهرها را، قدر این سخنان گرانبها را درک کرده شناخته بودند، برای یک حدیث از شرق زمین تا غرب آن سفر می کردند. گاه از خراسان به مصر، گاه از مصر به حجاز، برای شنیدن یک حدیث که وقتا می شنیدن فلانی یک حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند و به سفر می برآمدند در آن شرایط های وزنین که به همه ما معلوم است که چگونه شرایط بود، چگونه وضع بود. برای شنیدن یک حدیث کشورها را، صحراها را طی می‌کردند تا آن سخن را از آن راوی شنوند. حدیثی که امروز می‌خواهیم به سمع شما رسد دوستان عزیز، حدیثی است که آن را امام بزرگوار فقه و حدیث، امام مشهور امام احمد حنبل در کتاب خود المسند روایت کرده. از روایات ابو ایوب انصاری آورده که جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عذني واوجز. ابو ایوب انصاری میگوید مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، درخواست نمود که ای فرستاده خدا برایم پند دهید. درخواست کرد پند و نصیحتی برایم میکردید. گفته خواهش کرد. فقال اذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این مردی که به خاطر شنیدن نصیحت آمده درخواست پند نمود، این پند گرانبها را کردند. سه نصیحت کردن برای او، یا یک نصیحتی کردن که عبارت از سه جمله است. یکی وابسته به عبادت، علل خصوص به نماز، دیگری وابسته به زبان است و سومی وابسته به اعمال قلب است. نخستین جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این مرد گفتن اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع. از بس که همه صلاح و فلاح و رستگاری انسان یا خسارت او به نماز تعلق دارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در نوبت نخست این مرد را به نمازش تأکید کردند و گفتن هنگامی که به نماز راست میشوی فصلی صلاة مودع، مثل شخص نمازگزار که به دنیا پدرود گفته شده است، مثل شخصی که میداند که اجلش فرا رسیده و باید آخرین نمازش را خواند. برای او مهلت داده شده که این نمازت را خوان و بعد این نماز جان تو، روح تو قبض می شود. میداند که همین که سلام دهم از این دنیا می روم. تصور کنیم که این گونه شخص به چه احساس، به چه شعور نماز می خواند. خیلی با خشوع، خیلی با تضرع، خیلی با نیایش صمیمانه با خدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر وقت نماز میخوانی به این شعور، به این احساس نماز گذار. تصور کن که آخرین نمازت است، با همه خشوع، با همه آن تضرع، با همه آن صمیمیت، با همه آن بیداری قلب نماز گذار. اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع. نصیحت دوم یا جمله دوم ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا. امروز سخن مگو که فردا از آن سخن پشیمان شوی و عذر خواهی کنی. اول اندیشه نما، بعد سخن بگو. یعنی زبانت را مراقب باش که زبان عضو خیلی کوچک هم باشد، خیلی عضو خطرناک هم هست. سخندان پرورده پیری کهن بیندیش آنگه بگوید سخن. سخن را بیندیش که آیا به نفع توست یا به ضرر، سخن خیر است یا سخن شر، سخن است که در نامه اعمال تو ثواب و اجر و نور و برکت می آرد یا سیاهی اضافه می کند. بنابراین اول اندیشه نما، بعد سخن بگو و هرگز سخن مگو که از آن سخن پشیمان شوی. برعکس سخن بگو که از آن سخن ممنون باشی.
جمله آخرین در این نصیحت، در این خطاب آن مردی که تشنه نصیحت نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و درخواست نمود، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم به او گفتند واجمع الیأس مما فی ایدی الناس، از مردم طمع چیزی مکن، قناعت پیشه باش و رشته طمع را از مردم بکن. آنگونه که به زبانت از خدا میخواهی به قلبت نیز از خدا بخواه. قلبت مائلی آنچه در دست مردم است نباشد. از هیچ کسی طمع مکن، تنها از خدا بخواه و از خدا بپرس. اذا سألت فاسأل الله در حدیث دیگر آمده. زیرا طمع کردن از مردم ذلت است، خواری است، و قناعت پیشه بودن عزت است، شرف است. از خدا خواستن نشانه صدق و صمیمیت در عبودیت و بندگی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این نصیحت گوهربار را برای این مرد گفتند، یعنی نمازت را با خشوع، با تضرع، مثل شخصی که از این دنیا رحلت می کند و آخرین نماز دارد می خواند بخوان و مراقب زبانت باش. هر سخنی مگو که فردا از آن پشیمان شوی، عذرخواهی نمایی و قدر و منزلت کاستر گردد. این چنین از دست مردم، از اون چی که در دست مردم است هرگز طمع مکن، بلکه از فضل خدا بخواه که خزینه های او تعالی بی آخر است، فضل او بی کنار است. در حفظ و امان خداوند باشید.